عزیز و ارجمندی تلویزیونی سیمای شهری پنجکند نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده با مقصد شناسایی با رشد اجتماعی و اقتصادی افتتاحی انشاءات نو و ملاقات با مردم در جماعت‌های دهات سفرهای کاری خویش را ادامه می‌بخشد. گزارش‌های ما از بازدید رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی سراسب و در جماعت دهاتی کوساتراش آماده است. توجه نمایید. بازدید نوبتی رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده در یک از کلانترین جماعت‌های دهات جماعت دهاتی سراسب از افتتاح یک پل زمانوی در یک از دهه‌های نوبنیاد این جماعت آغاز یافت. در آغاز این مراسم خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی این جماعت سرود ملی جمهوری تاجیکستان را با یک مهارت والا اجرا کردند. رئیس شهر پس از افتتاح این پل به حاضرین تاکید نمود که ما باید همگان در آباد و زیبا ساختن دیار خویش و ترتیب درآوردن کوچه و خیابان‌ها، شناندن گل‌ها، درختان همیشه سبز سهم ارزنده خویش را گذاریم. این پل از حساب ساکنان و صاحبکاران جماعت دهاتی سراسب با مبلغ 170,000 سومانی بنیاد گردیده درازی آن 18 متر و برش 5 متر را تشکیل می‌دهد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اظهار داشت که ما من بعد نیز برای آبادانی دهه‌های جماعت دهاتی سراسب و دیگر جماعت‌های دهاتی پنجکند باستانی تمام شرایط امکانات‌ها را روانه می‌سازیم. در خواجگی‌های دهقانی راه ابریشم و مهربخش رئیس شهر اساساً با رفت نقشه کشتکاری بهاری شناس گردید. اینجا رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با راهبریت این خواجگی‌های دهقانی بار دیگر دستور داد که سال روان ما باید میدان کشت کارتوشکا را بیشتر نماییم، زیرا طلبات با کارتوشکا سال تا سال زیاد می شود و ما می توانیم امکانات‌های خویش را برای تامین بازار استعماری شهر و دهات پنجکند و من بعد به صادرات پیشنهاد کردن محصولات کشاورزی از جمله کارتوشکا ثمرناک استفاده نماییم. در جریان سفر کاری در جماعت دهاتی سراسب رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با بنای نو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در دهه عبدالصمد شناس شد. با رئیس شهر اطلاع دادند که در این بنای نو 300 نفر خوانندگان به تعلیم و تدریس فرا گرفته می شوند و اینجا اکثر کارها به انجام رسیده است. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با ساکنان جماعت از جمله ساکنان این دهه اظهار داشت که از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیتی دولتی شهر پنجکند جهت تامین این مؤسسه تعلیمی با میز و کرسی تدبیرها اندیشیده می شوند. در جریان شناسایی با دهه‌های جماعت دهاتی سراسب رئیس شهر در دهه 40 ارچه این جماعت با رفت بنیاد مرکز سلامتی شناس گردید و اظهار داشت که بنیاد چنین انشاءات تعیینات اجتماعی تحت نظارت قرار دارد. همزمان در دهه کوهدامن جماعت دهاتی سراسب رئیس شهر با بنیاد مرکز سلامتی شناس گردید و اظهار داشت که این مرکز سلامتی با دستگیری بی‌واسطه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند ساخته می شود. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 این دهه بنیاد ورزشگاه زمانوی با مرام ادامه دارد. همزمان رئیس شهر در دهه نوبنیاد سراسب 2 با رفت بنیاد مؤسسه تعلیمی شناس کردید و تاکید نمود که باید همه کارها در این انشاءات طبق لایحه و نقشه با صفت خوب انجام داده شود. مورد ذکر است که با استقبال 35مین سالگرد
استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیهاتی سرس بنیاد 26 انشاءات به نقشه گرفته شده. عین زمان 12 انشاءات تعییناتی گوناگون به استفاده سپاریده شد. رئیس شهر در جریان بازدید از جماعت دیهاتی سرس از شهرکی قدیمه سرس نیز دیدن نمود. با رئیس شهر اطلاع دادند که در حدود محل نابودی اهالینشین سرس 2 واقع بودن قبرستان باستانشهر سرس آشکار گردید. باستانشناسان اطلاع میدهند که حفریات من بعد و تحقیق بازیافت‌های موجوده کشفیات تازه‌ای را در تاریخ سرس باستان در پیش‌رو قرار دارد. همچنین تاکید شد که در حدود پیش‌بینی شونده تحقیق این یادگاری که تقریباً 2.5 گکتار را تشکیل می‌دهد ساختمان همه گونه انشاءات اینجا باید منع کرده شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن صحبت با عالمان و محققان پایگاه باستانشناسی پنجکین سرس پژوهشگاه تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و باستانشناسان مرکز تحقیقات باستانشناسی فرانسه که در قبرستان باستانشهر سرس حفریات میبرند یک صحبت خیلی صمیمانه انجام داد و از آنها تاکید نمود که در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که هنوز در روز تجلیل 5500 سالگی سرزم باستان سال 2020 تاکید نموده بودند کارهای حفریاتی در این شهرک قدیمه باید با مرام ادامه داده شود. همزمان رئیس شهر در جماعت دیهاتی سرس با گرمخانه صاحبکار محمود بویعلیف شناس گردید. با رئیس شهر اطلاع دادند که در این گرمخانه برای پرورش سبزوات بروقتی همه شرایط‌ها مهیا کرده شده است. صاحبکار محمود بویعلیف اصرار داشت که در دهه مهر این گرمخانه را باز هم وسیع نموده برای تامین بازار استعمالی و زیاد نمودن شماره کارگران تدبیرهای علاوگی می اندیشد. در جریان شناسایی با انشاءات جماعت دیهاتی سرس رئیس شهر با رفت ساختمان دروازه درآمدگاه غربی شهر پنجکین شناس گردید. بناکاران و دیگر مسئولین دستور داد که این انشاءات دروازه غربی نه تنها شهر پنجکین بلکه جمهوری تاجیکستان می باشد و باید آن از روی طرح معماری زیبا با استفاده مسائل ساختمانی خوشصفت و سری وقت بنیاد و مورد استفاده قرار داده شود. گزارش عباس همراهزاده و شاحسین صالحov. بازدید نوبتی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جماعت دیهاتی کاسه‌تراش از شناسایی با فعالیت کشاورزان آغاز یافت. در موضع مرمر جماعت دیهاتی کاسه‌تراش رئیس شهر نخست با رفت کشت کاری بهاری از جمله کشت کارتوشکا شناس گردید. با رئیس شهر اطلاع دادند که سال روان در همه نمودهای خواجگیداری جماعت دیهاتی کاسه‌تراش در میدان 270 گکتار کشت کارتوشکا به نقشه گرفته شده تا به امروز در میدان 136 گکتار کشت کارتوشکا به انجام رسانیده شده است. در دهه چهارباغ جماعت دیهاتی کاسه‌تراش رئیس شهر با رفت ساختمان بینای زمانوی بیمارخانه منطقوی شناس گردید. تاکید شد که اکثر کارهای اساسی در این بنا به انجام رسانیده شده است و در مهلت‌های پیش بینی شده بینای نو مورد استفاده قرار می‌گیرد که آن امکان می‌دهد امکانات‌های تشخیص و طبابت ساکنان دهه چهارباغ و دیگر دهه‌های جماعت دیهاتی کاسه‌تراش باز هم بهتر و خوبتر گردد. در شهرک سوغدیان جماعت دیهاتی
کوسه‌تراش از طرف صاحبکار ایلهام اسرافیلوف نقطه زمانوی فروش سوزشواری ساخته می شود. ضمن شناسایی با این انشاءات رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده برای چنین تشبس‌های سازنده به صاحبکار عرض سپاس کرد و همزمان تاکید نمود که باید نقطه سوزشواری باید طرح زمانوی ساخته شده، اطراف آن باید با درختان همیشه سبز، گل و گلبوته‌ها و چراغ‌های رنگارنگ آرا داده شود. در جریان شناسایی با فعالیت اقتصادی و اجتماعی جماعت دیهات کوسه‌تراش رئیس شهر با رفت کارهای تعمیر و با موسم نو آماده نمودن دو پایگاه آبکشی، پایگاه‌های آبکشی چهارباغ و دشت کلان شناس گردید. رئیس شهر به مسئولین دستور داد که واقعا امروز ساحه کشاورزی شهر پنجکین از جمله جماعت دیهاتی کوسه‌تراش به تامین آبهای پالیزی نیازی کلان دارد. بنابراین اون مسئولین را وظیفه‌دار کرد که هم در پایگاه آبکشی چهارباغ و هم در پایگاه آبکشی دشت کلان همه کارهای تعمیری به انجام رسانیده شود و این پایگاه‌های آبکشی از روی اقتدارهای خود پرره برای تامین خواجگی‌های دهقانی و شهروندان آب پالیزی را در موسم بهار و تابستان منتظم تامین نمایند. مورد ذکر است که در دهه کوسه‌تراش جماعت دیهاتی کوسه‌تراش با اقدام صاحبکاران بنیاد مکتب زمانوی دو قبطه با مرام ادامه دارد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده به تشبس ساکنان دهه کوسه‌تراش جهت بنیاد یک مؤسسه تعلیمی زمانوی عرض سپاس نمود و همزمان اینجا با ساکنان جماعت دیهات کوسه‌تراش یک صحبت آشکارا انجام داد. رئیس شهر به آنها اطلاع داد که امروز ما باید در اساس دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده تمام جهد و تلاش‌های خویش را برای بنیاد انشاءات تعیینات مهم و ضروری برای هر یک دهه جماعت دیهات کوسه‌تراش استفاده عاقلانه آب و زمین، وسیع کردن میدان کشتی کارتوشکا، بنیاد گرمخانه‌ها، آباد و زیبا ساختن دهه‌ها، تعمیر و اسفالت‌پوش کردن راه‌ها و دیگر کارهایی که برای بلند برداشتن سطح زندگی مردم ضرور است انجام دهیم و جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را صمیمانه استقبال نماییم. در جماعت دیهاتی کوسه‌تراش رئیس شهر سابقه‌دار ساحه معارف آموزگار ساکن دهه بیدک دولتیار دولتوف را مورد عیادت قرار داده به او تحفه‌ها تقدیم کرد و همزمان با سهم او در تعلیم و تربیت نسل نورس و ترغیب سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در بین اهالی بهای بلند داد. ای مایه افتخار پرچم بالازی همه منار پرچم، رنگی تو سفید و سرخ و سبز است چون نقش گلی بهار پرچم. همزمان در دهه کوسه‌تراش جماعت دیهاتی کوسه‌تراش رئیس شهر سابقه‌دار مهنت میر محمد بیگوف را که نبیرش گیرنده استیپندی پرزیدنتی می باشد مورد عیادت قرار داد. این خانواده از تشریف رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده خیلی خرسند گردیده باری دیگر اظهار داشتند که آنها سیاست سازنده و فرهنگ دوستانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را صمیمانه و صادقانه دستگیری می نمودند. مگو که منزی سوختم یا که خطلان، مگو که از حصارم یا که خطلان، مگو که ونجیم یا از زرفشان، بگو من تاجیکم از تاجیکستان.
وطن سر می شود از گهواره ز شیر پاک و از پستان مادر. وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساخته است دستان مادر. ابراهیم میر محمدزاده زاده دهی کاستراش می باشم، کارمند کارخانه مشترک زرافشان. می خواهم درباره شهر پنجکین یک غزل ایجاد کردم، همون را به سمع شنوندگان رسانم. نفوذ پنجکین از قله بالاست، هوایش بیغش و صاف و دلاراست. تمام مردم بیکینه او خردمند و نکو اندیش و داناست. مکان رودکی پیر توانا، مکان لایق دلریش شیداست. همه گل دخترانش همتنی گل، یکی از دیگر زیباست. خیابانش گل و سیبرگزار است، فرح بخشنده و خوب و گواراست. دلی کس بشکفد مانند غنچه، گواهی میده هم شهر دلاراست. شمار شاعرانش بیشمار است، ادیبانش ذکی و دوره آراست. خلاصه شهر من نابیغه باشد، گرانتر از گوهر از کوه طلاست. مراد از نام ابراهیم نوشتن، همین که زاده این شهر دل هاست. در جریان این سفری کاری با رئیس شهر اطلاع دادند که در همه زمین‌های نزد حولگی ساکنان دهه‌های جماعتی دهاتی کاستراس از جمله نفرانی که مورد عیادت قرار گرفتند از زمین‌ها ثمرناک استفاده می‌برند و جماعت دهاتی کاستراس به یک از منطقه‌های پیشرفته تبدیل خواهد یافت. گزارش عباس همراهزاده و شاحسین صالحов. ба муносибати 79-мин солгарди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ ва чорабиниҳои ҳафтаи поси хотир бо иштироки гурӯҳи тарғиботии шӯрои вилоятӣ, ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33-юми ҷамоати деҳоти лоиқшералӣ маҳфили фарҳанги адабӣ баргузор гардид. با مقصد اجرای نقشه کاری شورای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان با مناسبت 79مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 به نام افسر نکونام وطن غالب جان عبدالنبی دهه نوابط جماعت دهاتی لایق شیرالی شهر پنجکین محفل علمی ادبی تحت عنوان هیچ کس و هیچ چیز فراموش نمی شود برگزار گردید. اشتراکچیان این محفل نخست به پایه لوحه های خاطره شهیدان جنگ بزرگ وطنی و سرباز شهید نبردهای افغانستان تورانوف کوچمراد گلچنبرها گذاشته صحنه‌چه های حربی وطن دوستی خوانندگان تعلیمگاه را با احسن و کفگویی های بردوام تماشا کردند. محفل هفته پاس خاطر را معاون رئیس شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در شهر پنجکین عباس همراهزاده حسنی آغاز بخشید. اعضای گروه تبلیغاتی شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان استادان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، دکتر علم‌های فیلولوژیا نورعلی نورزاد، نامزدهای علمی فیلولوژیا بهرام میرسعیدov، صلاح‌الدین وحیدالله‌زاده، نماینده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین زیبونیسا اسلامова، عضو شورای شهری سابقه‌داران جنگ و مهنت جمعه‌بای سنگینov، رئیس شورای شهری سربازان اینترنشنالیست علیبای براتov، مدیر بخش جوانان و ورزش شهر پنجکین اولوغبک حسینov، پیرامون قهرمانی‌های فرزندان نکونام خلق تاجیک در سالهای جنگ بزرگی وطنی، نبردهای افغانستان، برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان سخن گفته با گرامیداشت خاطره آنها این سنه فرخنده را به همگان تبریک و مبارکباد نمودند. در یک فضای خاطرمان گروه نورسان به صف سازمان خوانندگانی به نام اسماعیل سامانی قبول گردیدند. با اقدام آموزگاران و خوانندگان
تحت راهبری سرور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 دهه نوآباد محیبه سعیدова برای گرامی‌داشت خاطره رادمردان وطن برنامه‌های فرهنگی و ادبی و حربی وطن دوستی نمایش داده شد. برنامه را ادامه می‌دهیم. санаи 4 майи соли равон дар шаҳру деҳоти панҷакен шанбегӣ тозагиву ободонӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ баргузор гардид. соли равон мо 79-мин солгарди рӯзи ғалабаро таҷлил хоҳем кард. ба ин муносибат хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 ва 34 боғи ба номи Камоли Хуҷандиро тозаву озода карданд. онҳо ҳама ҷоро рифта партовҳоро ҷамъ карданд. кормандони корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзили комнилӣ шаҳр бошанд. ба онҳо ба партовбардориву партовкашонӣ бо нақлиёти махсус кӯмак карданд. бояд гуфт ки ҷавонон бо як рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ифтихор аз гузаштагон яъне бобоёни хеш боғи ғалабаро тоза карда дарахтони мевадиҳандаву сояафканро сафед карданду заминҳоро низ нарм карданд. дар шанбегии умумихалқӣ инчунин кормандони дигар корхонаву муассисаҳои шаҳр низ фаъолона иштирок намуда барои тозаву озода намудани назди биноҳои маъмурӣ хиёбону кӯчаҳои шаҳр саҳми хешро гузоштанд. дар раванди шанбегӣ коргарону мутахассисони ширкати Садо ва Симо, бахши фарҳанг, раёсати агенти ҳифзи иҷтимоӣ ва аҳолӣ, китобхонаи марказӣ, ҳайати коргарону мутахассисони муассисаи давлатии Кохи Лоиқ ҳамаҷоро тозаву озода намуда гулҳои мавсимӣ низ шиноиданд. ин мавзеи хиёбони ба номи устод Рӯдакиро ҳама тозаву пироста карданд. гузарондани шанбегӣ, тозаву озода намудани гирду атроф ва муҳити зист ин як одоби инсонӣ буда маърифати шаҳрдориро низ нишон медиҳад. бояд ҳар як шаҳрванд пайваста саъю кӯшиш намояд ки назди маҳалли зист кӯчаву роҳгузарҳо ҳамеша сабзу хӯрам ва тозаву озода бошад. санаи 4 майи соли 2024 собиқадори соҳаи тиб аввалин зан табиби кӯдакон Уғлой Асророва дар синни 90 солагӣ аз олам даргузашт. ин бонуи шифобахш аз ибтидои солҳои 5-уми қарни гузашта дар муассисаҳои табобатии шаҳри Панҷакен пас аз хатми донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ба фаъолияти касби хеш оғоз намуда давоми бештар аз 50 сол ҳамчун аввалин табиби кӯдакон дар водии Зарафшон фаъолияти ташхисиву табобатиро анҷом дода ба эҳтироми мардум ва мукофотҳои гуногун сазовор гардид. маъмурият кумитаи иттифоқи казабаи беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент нисбати вафоти табибӣ шинохта собиқадори соҳаи тандурустӣ Асророва Уғлой ба аҳли хонавода, фарзандону пайвандон ҳамдардӣ ва тасаллият баён менамояд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду